میریم برای پارت آخر و توی این پارت ببینیم که ایجنت کجا وایساده. اوکی. و به نظر میاد که یه ذره باید پیشرفته تر کد بزنیم. باید اینا رو خراب کنه، بیاد جلو، بیاد اینجا سمت راستش رو خراب کنه، دوباره بیاد اینو خراب کنه و تمام. اینا بچه همون آشغالایی هستن که ترشایی هستن که طوفان آورده سر رامون. بهشون میگن ترش، آشغال. خب چیکارات بکنیم؟ ایجنت جون باید همون کاری که مرحله قبل کرد رو اینجا اجرا کنه، به اضافه این که 2-3 تا کار دیگه هم باید بکنه. پس قبل از اینکه من جوابو بهتون بدم شما استاپ کنید و فکر کنید و بزنید و بعد چک کنید با من. خب اینجا همون کار قبلی رو میکنیم، فقط بشماریم ببینیم چند تا باید بره. 1 2 3 4 5. پس ما اینجا از یه حلقه 5 تایی استفاده میکنیم و کاری که باید بکنیم چیه؟ ایجنت دیستروی کنه، کالکت کنه و بره جلو. خب بعد از اینکه رفت جلو باید چی کار کنه؟ میاد اینجا خراب میشه و 1 2 3 تا دونه بره جلو. خب این 3 تا بره جلو باید بیاد کجا قرار بگیره؟ باید خارج از حلقه قرار بگیره. چرا باید خارج از حلقه قرار بگیره؟ چون که اون کاری که ما میخواستیم که 5 بار تکرار بکنه دیستروی بود و کالکت بود و جلو رفتن بود. خراب کردن و برداشتن و جلو رفتن. دیگه ما اینجا نمیخوایم این کار رو انجام بده. ما فقط میخوایم 3 تا دونه عادی بیاد جلو. چیزی هم سر راستش نیست که خراب کنه. پس اینو میذاریم خارج حلقه. اون حلقه 5 تایی واسه این 5 تا بلاکی بود که ایجنت انجام داد. حالا فقط میخوایم 1 2 3 تا دونه عادی بیاد جلو و بعدش چیکار کنه؟ سمت راستش رو خراب کنه. خب اینجا دوباره چی میخوایم؟ یه حلقه 2 تایی. 2 تا دونه بلاک داریم که به ازای 2 تا بلاک باید چیکار کنه ایجنت؟ باید سمت راستش رو خراب کنه، کالکت کنه و بره یه دونه سمت راست. اوکی. پس 2 بار این کار رو انجام میده. سمت راستش رو خراب میکنه، کالکت میکنه، میره سمت راست و باز سمت راستش رو خراب میکنه، میره سمت راست و میاد اینجا قرار میگیره. حالا که من اینجا قرار بگیره چیکارت بکنه؟ 1 2 3 تا دونه عادی بره جلو و این میاد خارج حلقه قرار میگیره. 3 تا خیلی عادی میره جلو و بعد که رسید به این باید چیکار کنه؟ دیگه ما اینجا حلقه نمیخوایم. چرا؟ چون یه دونه بلاک داریم، یه بار باید دیستروی کنه جلوشو که همین فوروارد باشه، کالکتش کنه و تمام. اوکی، بریم ببینیم کد اصلا درسته یا نه. بچه ها نگاه کنید، به ازای هر کدوم از این مسئله ها راه حل های مختلفیه. شما میتونین کارهای مختلف دیگه هم بکنین. مثلا وقتی اومد اینجا اول بره سمت راست بعد بیاد جلوشو خراب بکنه، یا مثلا بیاد اینجا قرار بگیره جلوشو خراب بکنه، یه دونه بره راست جلوشو خراب بکنه. خودتون میتونید با اینا بازی کنید و ببینید که چه راه حل های مختلفی دارید. خب ما سی رو میزنیم، ران رو میزنیم، تی رو میزنیم، مینویسیم ران و ببینیم که ایجنتمون درست عمل میکنه یا نه. آهان تمام. خب اینم از این مرحله. اوکی،